این سالهای نوش این قرغان تپنده بودگیش نو و شدگیش این هاش صغیر داشت من چستش بیام رفتم دیدم و کده هم و که هم صحبت شدم هیچ کیم دیدگیم نه هیچ کی نمیدونم چه خیلی شد ما خوب بودیم من مین و هیچ کی بهش نمیگفت که من میخوای شد انیقش هیچ کی نمیگفت اون بچه‌ای تو کوب کردگی هم خدمت داشت برابر خودش خدمت میکرد برابر خودش نگفتن که سبب جنگ و جنجالشون چی بود گفت از مرافی سودی و رفتاس یک وای عمده وای بچی کورت سود شونده عمده و یک دیگه زه بخینشانگی فوره بیدار کرده کرده بیدار کرده موقع تو مشکل روزی گود سانی وای این گفت است که خسته وای نکن داد نزن همه خور رفته سکین وای کنم گفت سانی تو کارا نباشه کن نقش پیدا شدگی مو بیناشون همین خیلی میگه کن سود به از سود به همین خیلی گفت است نکین بعد اینا همین دو نفر جنگ کردگی یا که یگان کسی دیگر ها یک تا دیگر ترسونباyev یوسف ویان وای بود است دوتا انیمو مو یک تا وای که جنگ کردگی و ها روزش استتی یک تا دیگه استتی جدرشینه بود است 391 گفتن همین خیلی کیم و هایم به سود شده دوتا استتی که سود شده یعنی حاضر دو نفر سود به دادگاه کشیدگی یک نفرش به زدگی و یک نفرش کشتار به اینها دو کس جنگ کردگی یک نفر کی و یک نفر پسری من کشتگی این پسرتون چند وقت خدمت کردگی بود؟ 1 سال و 9 ماه شد قریب 75 روز خدمتش ماندگی بود ادو باید که من این دومی اکتبر ادو تمام شود 2 سالی پر شد شد باید اگر می بود این بچه‌ای که در دادگاه کشیدگی هستن و مثلا در مرافعیت چی گفت و همراهش یکم باش صحبت کردید؟ نه همراهش نه همین روز دیدم دینی هم دیدم سودانده فقط همین گفت است که من زدم اکنون مثلا نمیخواستم گفت است من گفتم نمیخواستی گفتم نخواسته که باشه خود چه دلش بزدی تو زن بود گفتم مثلا دستش و پاچکش هیچی بچی من مثلا اینولید کون بود من نگاه میکردم زنده باشد بود گفتم اگر قصدی کشتن نمیکردی تو دلش من نمیزدی با کارد گیلش داد کوخنی کارد گرام دیگه سپیس همین خیلی گفت همین روز وای کرم داد گفتم 4 سال کلان نکین وای بچه پیش از خدمت به عمدنش پسری من وای برفتگی بود اکادمی شهر دوشنبه و کی خونده تمام کنم دوشنبه وای کنم پلیسی شکل عمده بود کی همین وای محافظت کنم خلقنا دولتم خدمت کنم در اسدی قدای سالی با پس بودنش نگید اون برفته سراز همون سال 18 و برو آمد و بعد دیمش وای اومد خدمت خودش خدمت در کدام قسم حربی بود؟ 02 و 011 ب دهی صغیر داشتن من رفتم چستش من میخوای کو گرانیتی افغانستان بوده özünəş افغانستان من فخر میکردم که بچه من مثال وای خدمت کرد خدمتش تمام کرد من همون وعده مادرها میگفتم که من مثل بچه من فسانتون خدمت کرد بیاد من فخر میکردم مثل آبروی ما بود تمام کرده من هم نگفتم فرمی سعادتی که میبیاد من چه خیلی خرسند گفتم من خیلی میکنم هم رو میگفتم که اوضاع شرایطم نقص شدگی وای شده اکنون افسوس که من همین خیلی کردم من وای شد همون مادرها نصیحت میکردم من که روی فسمانی تو اخی نبوره زانی تو یکان پسر دیگر هم دارد بود؟ حاضر یکت های شتم سیم شد ترکش در آنده میخواید که هم حربی رو؟ نه نمیخواهم چون که آخه من دادم بچه من وی خودم که دادم آخه این روز سخت کجا که بچه تانه 20 ساله کنید و مدش برد الهی هیچ کدام مادر نبیند این روزه این داغی دردی از دل نمیبرفتی داغی از تا مدن من این داغ گفته میبرم مکن این وای نه من نمیخواهم که این پسرم وای کن حاضر من همه میگفتم حاضر من دانم نمیره گفتم به کی مادر و به کی خدمت در فسانتان بوده افغان گذشته پشت دگر من فخر میکنم که وای من خدمت وای من محافظت کرده وطنم محافظت کرده موت هیچی میگفتم مثلا گروی قهرمان شده او این برادری خودش مثلا یک قسم به خدمت کرد اینو ببینید 2 سال یک جا وای کردگی چخیل میشه این چخیل و یا موکن شده این مسئولای قسم نظامی چی میگویند؟
و یا اکنون من رفتم میگم که اکنون وای همین خیلی بوده است پیشانی تونده بوده است اکنون هیچکی نمیخواست میگه مثلا مویم نمیخواستیم همین نشود اکنون این فلاکت شد گفت من دیگه همین خیلی که میشه میخوای گفتم آسان نیست اکنون گفتم این به شما هم گناهکار گفتم که اگر شما نقض نظارت میکردید و وظیفه خودتان اجرا میکردید ممکن نشود بودم این گفتم